بازی زیبا و جذاب سه‌خواب. بازی سه‌خواب یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های ایرانی است که ریشه‌های آن به دوران هخامنشی و ساسانیان باز می‌گردد. این بازی در جشن‌ها و مراسم مهم نظیر عروسی‌ها برگزار می‌شد و جایگاه ویژه‌ای در زندگی اجتماعی مردم ایران باستان داشت. اما سه‌خواب فقط یک سرگرمی نبود، بلکه بسیاری بر این باور بودند که این بازی نمادی از شانس و موفقیت هست. پیروزی در آن به معنای جذب انرژی مثبت و دفع انرژی‌های منفی تلقی می‌شد. این باورها و هیجان این بازی باعث شد که در میان تمام طبقات اجتماعی رواج پیدا کند و به بخشی از فرهنگ ایران تبدیل شود. میخوام بازی بون گیمز رو براتون توضیح بدم که از 3 تا مهره تشکیل شده که از جنس استخوان گوسفنده و اینا هر کدومشون به 5 حالت میتونه رو میز قرار بگیره که یک حالتش جیک ایستاده است، دومی جیک خوابیده است و سومی بک ایستاده، چهارمی بک خوابیده است و پنجمین حالتم که آخرین حالتشه به حالت عمودی. بازی بون گیمز از یک میزی تشکیل شده. این قسمت دیلر، جایگاه دیلر و این قسمت جایگاه بازیکناست و اطراف میز تصاویر تمام حالت بازی رو نشون میده که این 4 تا حالتهای خنثی و این 9 تا حالت برد و این 10 تا حالت باخت بازی هست که در ادامه قوانین و حالتها رو براتون توضیح خواهم داد. دسته اول 4 تا حالت خنثی. حالت اول 3 جیک خوابیده. حالت دوم 3 بک خوابیده. حالت سوم 2 جیک خوابیده و 1 بک خوابیده. حالت چهارم 2 بک خوابیده و 1 جیک خوابیده که برای بازیکن‌ها هیچ امتیازی نداره. دسته دوم 9 حالت برده. حالت اول 2 جیک خوابیده و 1 جیک ایستاده 1 برابر برده. حالت دوم 2 بک خوابیده و 1 بک ایستاده 1 برابر برده. حالت سوم 2 جیک ایستاده و 1 جیک خوابیده 2 برابر برده. حالت چهارم 2 جیک ایستاده و 1 بک خوابیده 2 برابر برده. حالت پنجم 2 بک ایستاده و 1 بک خوابیده 2 برابر برده. حالت ششم 2 بک ایستاده و 1 جیک خوابیده 2 برابر برده. حالت هفتم 3 جیک ایستاده 3 برابر برده. حالت هشتم 3 بک ایستاده 3 برابر برده. حالت نهم حالت تاپه که 3 مهره عمودی که 20 برابر برده. دسته سوم 10 حالت باخته. حالت اول 1 جیک خوابیده و 1 بک خوابیده و 1 جیک ایستاده است که 1 برابر باخت. حالت دوم 1 بک خوابیده، 1 جیک خوابیده و 1 بک ایستاده است که 1 برابر باخته. حالت سوم 2 تا بک خوابیده و 1 جیک
ایستاده است که 1 برابر باخته. حالت چهارم 2 تا جیک خوابیده و 1 بوک ایستاده است که 1 برابر باخته. حالت پنجم 1 جیک ایستاده و 1 بوک ایستاده و 1 بوک خوابیده که 2 برابر باخته. حالت ششم 1 جیک ایستاده و 1 بوک ایستاده و 1 جیک خوابیده که 2 برابر باخته. حالت هفتم 1 جیک ایستاده و 1 بوک ایستاده و 1 جیک خوابیده که 2 برابر باخته. حالت هشتم 1 بوک ایستاده و 1 جیک ایستاده و 1 بوک خوابیده که 2 برابر باخته. حالت نهم 2 تا بوک ایستاده و 1 جیک ایستاده که 3 برابر باخته. حالت دهم 2 جیک ایستاده و 1 بوک ایستاده که 3 برابر باخته. قوانین بازی به این صورته که بازیکن از 1 نفر تا 7 نفر متغیره و بازی با تایید دیلر شروع میشه. بازیکن قبل از ریختن مهرها باید کیف پولش رو مشخص بکنه. بعد مقدار پول بازی رو در این قسمت مشخص بکنه. بازیکن باید 3 مهره رو همزمان روی میز بریزه به این حالت. بعد اگر 2 مهره یا 3 مهره روی هم قرار بگیرن و به حالتهای نامشخص قرار بگیرن به این حالت و یا به این حالت نامشخص باشن و یا مهره ها به خارج از میز پرتاب بشن، بازی از نو دوباره شروع میشه. افرادی که بیرون میز هستن میتونن روی 23 حالت دور میز به این صورت شرط بندی کنن قبل از ریختن مهره. بازی با تایید دیلر شروع میشه و بازیکن با مقدار ژتونی که اینجا قرار میده مبلغ بازی رو تعیین میکنه و مهره ها رو میرسونه به این صورت. و اگر یکی از حالتهای خنثی بیاد به این حالت بازی دوباره از نو شروع میشه. و یا اگر یکی از حالتهای 1 برابر برد قرار بگیره، اگر $10 شرط بندی کرده باشه $10 برنده میشه. و یا اگر 2 برابر برد قرار بگیره مهره ها، اگر $10 شرط بندی کرده باشه $20 برنده میشه. و اگر 3 برابر برد قرار بگیره، اگر $10 شرط بندی کرده باشه $30 برنده میشه. و اگر مهره ها به صورت تاپ قرار بگیرن، اگر $10 شرط بندی کرده باشه 20 برابر یعنی $200 برنده میشه. و برعکس اگر 1 برابر باخت مهره ها قرار بگیرن، اگر $10 شرط بندی کرده باشه $10 بازنده میشه. و یا اگر 2 برابر باخت قرار بگیره $10 اگر شرط بندی کرده باشه $20 بازنده میشه. و یا اگر 3 برابر باخت قرار بگیره $10 اگر شرط بندی کرده باشه $30 بازنده میشه. قبل از ریختن مهره ها افرادی که بیرون از بازی هستن میتونن روی 1 حالت یا چند حالت شرط بندی کنن که بعد از ریختن مهره ها بر اساس انتخاب حالتشون برنده میشن. سقاپ نه تنها یک بازی ساده بلکه فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و خانوادگی بود. ابزارهای ابتدایی آن مانند قطعات کوچک استخوان باعث میشد این بازی در هر خانه‌ای انجام شود. از نظر اعتقادی این بازی دارای اهمیت ویژه‌ای بود.
بسیاری معتقد بودند می‌توانند بخت و اقبال را به ارق مقام بیاورد. حتی در آیین‌های مذهبی و فرهنگی ایران باستان نیز ثقاب به عنوان نمادی از تقدیر و سرنوشت شناخته می‌شد. امروز تیم بون گیمز قصد دارد این بازی کهن و پر انرژی را زنده نگه دارد و آن را با قوانین جدید و کامل به جهانیان معرفی کند. ثقاب بازی که از نیاکان ما به ارث رسیده همچنان میتواند لحظاتی پر از هیجان و شادی و خوششانسی را برای ما به ارمغان بیاورد.